سلام سلام، صبح جمعه همگی بخیر. اکنون 22 فکر کنم فروردینه. اومدیم باز روستا ببینیم پیش گاوا، ببینیم گاوا از چه قرارن، حالشو چطوره. مجتبی هستم. بذار اول از خود سلام، مجتبی هستم. صبح همگی بخیر. امروز اومدیم پیش گاوا. آقا گاوه داره نگاه میکنه. سلام آقا گاوه. از بغل در من میترسم. برو تو ببینم. برو. پس پس. برو. میترسم بزنم. صبحت بخیر عزیزم. سلام، منم مجتبی. تو خوبی؟ قربانت. برو دیگه، پرون نشو، من میترسم ازت. گوشی من نخوری یا. الان چند تا گاو بزرگ هسته. اینا واقعا گاواشون عالی هن. اومدیم روستا با آقا گاوه. در غذا دارن میخورن. اوف، عجب بوی هم میاد، خیلی خوش میگذره. ولی خب حیف که من زبون اینا رو نمیفهمم، وگرنه میگفتم قطعش کنه. مجبورم بگم آقا گاوه قطعش کن عزیزم، قطعش کن، میخواد بریم دیر وقت شد. آقا گاوه قطعش